بشاندت بهترین سلام درود قطع برای فک خواهرینت برادرین روحانی شیعه امامی اسماعیلی ده و از خوگن زبان سفامین خوگن زبان سنگوهین و خوگن زبان درک سکنین یا علی مدد را یک بوره انسانیت در یک دیگر نظر چکشت از یک دیگر تخور درس عبرت زیست هم از نگاه مثبت هم از نگاه منفی و مقصد مولای برحق ماش فک وقتی که ماش باید از یک دیگر تی مثبت خور لفظ زیزم دنجات دنیا کل جهان مم عصر 21 از مولات بغیر مثبت هیچ چیز ارگه خورد را نه انتخاب کشتد نه زیست و ماش مثل در برابر اکوید ماشم اسماعیلیات ماشم مریدین مولانا وزیر ممت ماشم از غدیر خومت مولانا علی قط بیحت سچود ماش باید اکواد نازکیین اکواد بزیبیین اکواد رانمویینت را اکویف بزرگین مولا دارایت سزاورت از ویف باید خورد نمونه عبرت کنم و زندگی خواه از فرمانت از رهبریت مولای زمان در پرایوسم و ماش باید سر اول دیگه این نمونه ویم دنجد ماشند پدر روحانه ماشند امام زنده ماشند قرآن گویو و بی موتیت بی موفقه هر ساعت هر دقیقات هر زمان مولای زمان ماشرد فرمانت ارشادت راهنمایی بست و یک از ده باید هر یک مرید بدخشانی استفاده کشت دنجات فقط ماش فهم آمده زندگی محدود زندگی وقت اینجا داک چوجن و در مدت یک ده زندگی وقت اینجا داک چوجن مولای زمان رو ماشرد سلوین خنعمتین داک چوجه ماش باید یک ده ارس گفته یک ده پرچه سندویف استفاده کنم اما یک بور ماش تچسم فنا کوره ماش خطو تکنم ماش خوب از تر خود دقت ندادم اما از پاله تر خود تچسم و نه اینقدر عقل اسماعیلی جور یدین فنا کورین این یست ده و سین ماش درونن در بدخشان خو بیرون از بدخشان خو و این غیر قابل قبول ماش مذهب و دعا که نام دلا که مولای زمان هیچ وقت فکر راگم ماش ماکشت هیچ وقت از روی صراط المستقیم خو بیرون ماش ماکشت دنجد ماشم خوشبخترین انسانیت روی یک ممدونیوت دنجد ماشن امام زنده تا پاس خویش کنم لاکه یک می مقابین قطعی چه افزید ماسد دنجد مادین ارتم نظر تکیشت در دنیا در زندگی مادین اقیونی است و ماش کوشش کنم باید ده هیچ وقت فکر یک می دنیوت سبیل ودو دنیوت بیکس ودو ارخو بدخشان ایسوس ماکم دنجد ماش تا ارتون بیکس سرسام ارتون تا سرسامیس ارو عاقبتم و ماش دمن خمولو یرکشن و هیچ وقت فکر به کست نودور ما ویم انشالله و از خواهی کنم یه شعر تمام اکواد دواد خوش نزبین سفامین وی فرد من لفدو و یه خلوصه از ما من زوستو بده ارو به خمولو ماش هیچ آیت نیست به خمولو تا ماش ارتونگا زور صداده ماش تا هیچ آیت نساوم ارو اموزد ممقت ماوید ماش ظنو در کار سرخطا سبیل و ذین تر سیل مم دنیا سبیل از خو عقلت اعتقادت باوره ماش ذو سرگردن و ویلا سبیل از خو نافرمانیت از دست پول و ذین رید تر فک جو سبیل از فکت به میرت رسواگرین ماش ذین رسوای بی پروا سبیل از 1001 مرید ارشار حق
کار حق ماش خرق ماش بدخشن و ضاین سر به دلیل رسوا سبیل از خو بیمره نیم آشنا نه دوست ماش ضاین بیوی ضاین آشنا سبیل امر از مولا دستت بی عمل و ضاین فک جار سر تا پا سبیل ماش ضاین مستت فنا عرش مکه و ضاین عرص بین الله سبیل ماش ضاین بدانشت کیفند غرق و ضاین از کفر ارم لا سبیل و ضاین از کفر ارم لا سبیل ماش ضاین از دست ظالم اربلا و ضاین از زوره به استا سبیل ماش ضاینت دا ضاینت و ضاگه ماش ضاینت دا ضاینت و ضاگه وید که ما که ماش خو از مولا سبیل ای مناسب ماشتا وعدت یگه بخو مولایم پمم دنیا سبیل بخو مولایم پمم دنیا سبیل